درود و به برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی خوش آمدید. این روز سه‌شنبه 19 آگوست است و من طاهر سفر تا 15 دقیقه دیگر همراه شما. در ابتدا سرخطی چند خبر. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با پرزیدنت اوکراین و هم پیمان‌های اروپایی او راه‌های پایان دادن به جنگ روسیه در آن کشور را بررسی کرد. در مسئله امنیت ما کمک زیاد میکنیم. بسیار خوب می شود. اروپا در جبهه اول است ولی ما هم کمک میکنیم. مقامات روسیه میگویند امسال صدها هزار نفر مهاجر کاری را از حق ورود به این کشور محروم کردند و هزاران کس دیگر را راندند. حکومت تاجیکستان میگوید عزم دارد میلیون ها نفر را با آب پاک تامین کند، اما حال و وضع این گفته را اجرا میماند که آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم. آبدار شویم، چطور شویم که یچکا و سازی بگیریم و یچکنیم بخوریم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که با همتای روسش ولادیمیر پوتین تلفنی گفتگو و مسئله دیدار او با ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین را بررسی کرده است. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود ترو سوشال نوشت که بعد از خاتمه گفتگوها با پوتین زنگ زده درباره آمادگی و جای ملاقات رهبران روسیه و اوکراین صحبت کرد. از این پیشتر روز 8 آگوست دونالد ترامپ با زلنسکی و چندی از رهبران کشورهای اروپایی در کاخ سفید گفتگو داشت. گزارش خبرگزاری رویترز را در این باره همکارم میرزا نبی خالقزاد تقدیم می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در کاخ سفید ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین را همراه با رهبران چندی از کشورهای اروپایی پذیرفت تا درباره راه‌های پایان دادن جنگ روسیه در اوکراین گفتگو کنند. ترامپ گفت که آمریکا در پیشنهاد ضمانت امنیتی به اوکراین به اروپا کمک می‌کند. در مسئله امنیت ما کمک زیاد میکنیم. بسیار خوب می شود. اروپا در جبهه اول است ولی ما هم کمک میکنیم. ما هم سهم میگیریم. ترامپ عین زمان به خبرنگاران گفت با باوری وی برای رسیدن به سازش صلح ضرورتی به آتش بس نیست. شرط مذکور از رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین است که زلنسکی و رهبران اروپایی قبول نداشتند. هنگام دیدار دونالد ترامپ همچنین گفت انتظار دارد که بعد رضایت ولادیمیر پوتین به ملاقات سه جانبه با او و زلنسکی روسیه 1000 اسیر اوکراینی را رها می‌کند. من میدونم که آنجا بیشتر از 1000 اسیر است و میدونم که آنها را آزاد خواهند کرد. شاید زودتر و فوراً رها کنند که بسیار خوب می شود. رهبران بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، فنلاندیا و ناتو به واشنگتن رفته بودند تا همراهی خود را با زلنسکی نشان بدهند که می‌خواهد ضمانت امنیتی قوی را برای اوکراین به دست بیاورد. تقریباً 6 ماه پیش ملاقات ترامپ و زلنسکی در مسریام به جنجال آشکار پیچید. رئیس جمهوری آمریکا و هم معاونش جیمز دیوید وانس زلنسکی را به بی‌احترامی و ناسپاسی به آمریکا متهم کردند. این دفعه زلنسکی گفتگوی یک به یک با ترامپ را بسیار خوب خواند و گفت بسیار مهم است که آمریکا چنین علامت قوی نشان می‌دهد و آماده برای ضمانت‌های امنیتی است. پوتین هنوز به دیدار ترامپ و زلنسکی واکنش نشان نداده است، هرچند ترامپ به تکرار گفته است که به اعتقاد وی رئیس جمهوری روسیه می‌خواهد جنگ را پایان دهد. ترامپ گفت روز دوشنبه با پوتین گفتگو کرد و بعد ملاقات نیز با او زنگ می‌زند. در جنگی که روسیه ماه فوریه سال 2022 آغاز کرد، به گفته تحلیلگران تاکنون 1 میلیون نفر از هر دو طرف از جمله هزاران نفر از غیر نظامیان اوکراینی کشته شدند. بخشای وسیعی از این کشور نیز به خرابه‌زار تبدیل یافتند. و مقامات روسیه تعریف کردند که امسال صدها هزار نفر را از حق ورود به خاک روسیه محروم ساختند و شماره بیشتر مهاجران کاری را اخراج کردند. مهاجران که از ماه مارس سال 2024 پیوسته در سرخط خبرهای رسانه‌های روسیه قرار دارند میگویند کارمندان میلیسای روسیه یا گمرک و مرزبانان حتی مهاجرانی را هم از کشور بیرون میکنند که به یگان قانون شکنی راه ندادند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم کیو مرسیتا. اخراج مهاجران کاری از روسیه در سال 2025 نزدیک به 20% افزایش یافته. در این مدت تخمیناً 800 کس از شهروندی روسیه محروم گشتند. دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی روسیه به خبرگزاری اینترفاکس گفته است که در نیم ساله اول سال روان بیش از 2800 خارجی برای ویران کردن قانونهای روسیه از این کشور رانده شدند.
و این رقم در مقایسه با همین دوره سال 2024 17% بیشتر است. وزارت کارهای داخلی روسیه افزوده است که در نیم ساله اول سال روان همچنان تقدیم اجازت اقامت موقتی بیش از 31% و یا زیاده از 16,000 مورد و تقدیم اجازه اقامت دائمی 32% و یا بیش از 80,000 مورد کاهش یافته است. سال روان منع ورود خارجیان به روسیه افزوده به 385,000 نفر برابر شده است. در سال 2024 تخمیناً 301,000 خارجی از درآمدن به روسیه محروم شدند و یا آنها را برای پایمال کردن قانون‌های بوده‌باش از این کشور اخراج کردند. رادیوی آزادی نیز تقریباً هر روز درباره بازداشت یا اخراج مهاجران کاری تاجیک از روسیه خبر می‌گیرد. تعداد عمومی آنها معلوم نیست. دادستانی کلی تاجیکستان تنها این را تصدیق کرده است که در سال 2024 زیاده از 30,000 مهاجر تاجیک از روسیه رانده شدند و آن را مقامات تاجیکستان یک پیامد حمله به تالار کنسرتی کراکوس در نزدیکی شهر مسکو نامیدند. در این حادثه چند شهروند تاجیکستان را گمانزد می‌دانند و محاکمه پروندهشان هنوز ادامه دارد. مقامات روسیه میگویند که اکثر مهاجران را با گناه رعایت نکردن قاعده بوده‌باش و یا نپرداختن مالیات و نداشتن حق کار از حدود این کشور میرانند. ولی مهاجران و حامیان حقوق مقامات روسیه را برای پایمال حقوق کارگران خارجی فراهم نکردن شرایط درست کار و زندگی و فشار و اذیت تنقید میکنند. و هفته گذشته گروهی از روزنامه‌نگاران و بلاگران وادی فرغانه در شهر خوجند جمع آمدند و درباره تجربه و کار خود با همدیگر صحبت کردند. همایش و آموزش را برای نمایندگان 3 کشور آسیای مرکزی سازمان‌های غیر حکومتی برگزار کردند که هدفشان قوی‌تر کردن همکاری بین تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان است. این هم اولین همکاری بین روزنامه‌نگاران و بلاگران بعد از مناقشه تاجیکستان و قرقیزستان میباشد. فرزان محمدی همکاری ما در سوق نیست در این همایش بود. خبرنگاران از تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان گفتند که جنجال‌های مرزی و بسته بودن سرحد در گذشته به مناسبت روزنامه‌نگاران 3 کشور بی تأثیر نمانده بود. آنها در یک نشست در شهر خوجند گرد آمده تبادل فکر و تجربه کردند. فیروزه میرجمعه و خبرنگار محلی در ولایت سوخ پس از سالها همکاران خود را از قرقیزستان و ازبکستان دیده است. ما تماما رابطه گم کرده بودیم. در خاطر دارم وقتی به یگان نشست بین المللی می رفتیم حادثه های مرزی چنان تاثیر کرده بود که روزنامه‌نگاران تاجیک و قرقیز با هم حتی سلام نمی کردیم. هرچند ما در کشورهای خودمان رسالت خبرنگاری مان را اجرا می کردیم. من فکر میکنم اکنون ما باید بیشتر با هم بخوریم. در نشست خوجند که هفته گذشته برگزار شد زیاده از 20 روزنامه‌نگار و بلاگر جمع آمدند. کوشش‌های مشترک راه به سوی رشد استوار در آسیای مرکزی شعارشان بود. سازمان دهندگان گفتند که در رنگین شدن مناسبت مردم 3 کشور وادی فرغانه نقش روزنامه‌نگاران و بلاگران برجسته است. هدف لایحه اساسی ما این همزیستی آسایشته. وقتی که ما همزیستی آسایشته و پیشبرد فرهنگ صلح گفتیم به نظر داشتیم نقش ژورنالیستان وادی فرغانه و 3 کشور این چیز غیر امکان است. طرحی به هم آمدن خبرنگاران 3 کشور وادی فرغانه را اتحاد اروپا و آلمان سرمایه گذاری کردند. انتظار می رود این دفعه روزنامه‌نگاران و بلاگران در قرقیزستان و ازبکستان جمع آیند. بعضی از منتقدان میگویند اشتراکداران این طرح نباید به مثل رسانه‌های دولتی تنها بله‌گویی کنند بلکه بیشتر به بازتاب دشواری‌های مردم و حل مشکلات آنها در منطقه‌های نزد مرزی نیز اقدام نمایند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. بیننده گرامی، برای تماشای گزارش مفصل در این باره شما را به وبسایت رادیو آزادی دعوت می‌کنیم که نشانیش را می‌دانید azadi.org. حکومت تاجیکستان می‌خواهد با قبول یک برنامه و خرج میلیاردها سامانی 72% اهالی را با آبی تازه تامین کند. در کشور حالا فقط 41% مردم با آب درست تامین می‌شوند. با وجود تبلیغات گسترده رسانه‌های دولتی از تشبس‌های تاجیکستان برای حل مشکل آب در جهان بیشتر از نصف اهالی بخصوص ساکنان دهات در کشور با آب پاک دسترسی ندارند. ادامه موضوع در گزارش مولا رجب یوسفی و از شهر دوشنبه.
رفته دوستی آب می‌وردن بعد دوستی آب گذارن میکنن شگر گودکای مایده همش آب دور میکنن ولی میپریخته که شدن چند سال از ساستم دیام یا چی آب میخرن حوضم ای مایده ترکای میندایم اول آخر 15 روز میبرن چیکار کنم همش گرمی تو بازار به آب و بچه دخترها میلخال رحیمه و عمرش را همین طور در تلاش دسترسی به آب پاک گذرانده است. این زن در دهه حیاتی نو ناحیه خراسان و فاصله 3-4 کیلومتر از رود وخش زندگی می کند. بعضی ساکنان دهه با نساس یا آبکش از دریا به حولیشان آب آوردند، اما خانه میلخال رحیمه و در بلندی است و هم پل برای کشیدن خطی آب از دریا را ندارد. زورش فقط به خریدن آب از ماشین ها می رسد. آخه هیچی نه درخت نه اگرات نه هیچی ندارم. یا 2 پوندر رفته خریدم یارن یا چیکار 2 پوندر رز کنه یا چیکار خود دیدم مرد هم میکشه پیرشم مام 66 ماکو لازمی خیلی چیم نیست و چیکار کنم که طاقت ندارم حالا بنا به طرح نوی حکومت تاجیکستان کمبود آب آشامیدنی در کشور باید تا سال 2029 یک اندازه برطرف شود. برنامه دولتی تامین آب آشامیدنی و رفع آبهای پرتو پیش بینی می‌کند که تا 4 سال آینده 72% اهالی کشور با آب تامین شوند. طبق آمارهای اخیر که سال 2022 نشر شد، تنها 41% اهالی و اساساً ساکنان شهرها با شبکه تامین آب آشامیدنی پیوستند. وضعیت در ولایت ختلان از همه بدتر است، چون تنها 24% اهالی این منطقه آب آشامیدنی دارند و بس. در بسیار دهه‌های تاجیکستان ساکنان مجبورند از دوره چند کیلومتر به خانه‌شان آب کشانند و یا از ماشین‌ها آب خرند. در برنامه حکومتی این نکته تصدیق شده است که در اکثر شبکه‌های آب تامین کننده دهات نظارت استحصال صفت آب عملاً وجود ندارد. ولی پره عملی شدن برنامه حکومت تاجیکستان برای تامین ساکنان با آب تازه به یک عامل اساسی یعنی مبلغ وابسته است. این برنامه 3 میلیارد سومانی یا 324 میلیون دلار خرج دارد. از روی پیش بینی مقامات باید 2 از 3 میلیارد سومانی یا 249 میلیون دلار را شریکان رشد بدهند. از بودجه کشور و بودجه‌های محلی برای این برنامه 439 میلیون سومانی یا 46 میلیون دلار جدا می شود. فعلا معلوم نیست که کدام سازمان حاضر است به تاجیکستان 2 میلیارد سومانی بدهد. در گذشته سازمان‌های مالی از جمله بانک جهانی برای حل مشکل کم‌آبی به تاجیکستان کمک‌های بزرگ کردند، اما نتیجه نظررس نبوده است. بعضی کارشناسان از تشبث حکومت برای حل مشکل کم‌آبی استقبال می‌کنند، ولی به پره عملی شدن برنامه باور ندارند. با آب تامین کنی اهالی در شهرهای کلان تاجیکستان و شهرک و ناحیه‌های جداگانه تاجیکستان از یکدیگر کلاً فرق می‌کنند. اگر با آب تامین کنی اهالی در شهر دوشنبه تقریبا 95% باشد، در بعض ناحیه‌های کشور این رقم برابر است به 40%، در بعض جایان به 20%، در بعض محل و قشلاق‌های آن از 20% هم کمتر است. از همین خصوص عملی ساختن این برنامه در دوام 4 سال گمان دارم غیر امکان است. قهرمان گزارش ما حالا تنها یک آرزو دارد. می‌خواهیم که ما هم به قطار دورندهای آبدار شویم، چطور شویم که یا چیکار و سازی بگیریم یا چیکنیم بخوریم. بیش از نصف آبهای آسیای مرکزی از کوه و دره‌های تاجیکستان سرچشمه می‌گیرند. مقامات تاجیکستان برای حل مشکل آب در جهان به سازمان ملل پیشنهادها فرستاده در دوشنبه چند همایش بزرگ گذراندند، ولی با وجود این تا حال بیش از نصف اهالی در داخل کشور از نرسیدن آب شکایت می‌کنند. مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه. وزارت معارف تاجیکستان گفت خرید و فروش لباس مکتبی در داخل مؤسسه‌های تعلیمی قطعاً منع است. اظهارات وزارت در حال نشر می شود که شکایت والدین از خرید مجبوری لباس مکتبی از یک جای معین بسیار زیاد شده است. و با پایان برنامه اخبار آزادی رسیدیم. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. اگر شما هم خبری دارید و میخواهید دیگران بدانند با ما بفرستید، تحقیق میکنیم درست بود نشر می شود. برای اخبار بیشتر سر بزنید به صفحه ما در فیسبوک و تا دیدار در برنامه‌های دیگر.